They provided for themselves what we all desire. بعد میگه برای همینه که میگه که اونها برای خودشون چیزهایی که هممون آرزوشو داریم و خیلی دلمون میخواد در واقع رو برای خودشون هم ایجاد کردن. اون چیه که ایجاد کردن؟ Incomes for the future. Incomes for the future. درآمدهایی برای آینده. So, what is income? Income یعنی چی؟ درآمد، یه چیزی که همیشه میاد. یه چیزی که همیشه میاد. اینو بهش میگن درآمد. What we all desire. Incomes for the future. پس درآمد چیه؟ Income. یه چیزی که همیشه میاد. Income یعنی چیزی که همیشه میاد. حالا وارد چپترهای کتاب میشیم. The man who desired gold. این بخش از کتاب هست. شخصی که خیلی مشتاق بود که طلا به دست بیاره. خب فرم‌های پول در اون زمان طلا یعنی گولد، کاپر، برانز، فلز بود دیگه. فلزهای گرانبها که طلا از همه چون گرانبهاتر بود ارزشش در واقع بیشتر بود. یه نکته که اصلا در فورورد در پیشگفتار نویسنده میگه که ما می‌خوایم در موردش صحبت کنیم که منظورش میتونه چی باشه. میگه proper preparation is the key to our success. Our acts can be no wiser than our thoughts. Our acts can be no wiser than our thoughts. هر حرفی که ما میخوایم بزنیم از کجا تولید میشه؟ Thoughts. Our thinking can be no wiser than our understanding. مثلا ما میخوایم با یکی صحبت کنیم، حرف بزنیم. از چه کلماتی استفاده میکنیم؟ چطور با یه نفر حرف میزنیم؟ وقتی ما داریم صحبت میکنیم به صورت اتوماتیکوار ما داریم از دیتا استفاده میکنیم و دیتا رو داریم تبدیل میکنیم به کلمات. دیتا و اطلاعات رو داریم تبدیل میکنیم به کلمات. وقتی ما داریم حرف میزنیم اگه فکر کنیم که خب من اینجا چی بگم بهش؟ جواب چی بگم؟ We are conscious. ما آگاه هستیم نسبت به کلماتی که میخوایم انتخاب بکنیم. وقتی که ما داریم فکر میکنیم که الان من اینجا چی بگم، مثلا فرض کن توی یه موقعیتی یکی از ما سوالی پرسیده دوست داری که امشب بریم رستوران و حالا ما باید فکر کنیم دیگه. میگه که خب من روم نمیشه بهش چی بگم، نمیدونم من امشب یه برنامه یه قولی به یه نفر دیگه هم دادم، نمیدونم آیا الان به اون دوستم که قول دادم اگه بهش بگم که من الان تصمیم گرفتم که برم مثلا رستوران، نمیدونم اگه الان بهش بگم که مثلا من با تو بیرون نمیام نکنه راحت بشه. So we are choosing consciously. ما داریم آگاهانه فکرامون رو انتخاب میکنیم. ما داریم آگاهانه فکرامون رو انتخاب میکنیم.
آیا این که ما داریم آگاهانه فکرامون رو انتخاب میکنیم این یعنی این که فکرهای درستی رو انتخاب میکنیم؟ میگه آره دیگه، خب من فکر کردم دیگه اینجوری به ذهنم رسید دیگه. این که ما داریم آگاهانه فکرامون رو انتخاب میکنیم یعنی که چی؟ یعنی من دارم میگردم، دارم جستجو میکنم از میان این همه اطلاعاتی که در subconscious mind، در ذهن نیمه آگاه من وجود داره، دارم میگردم انتخاب میکنم. اینش میگن فکر کردن. اینش میگن فکر کردن. در واقع یعنی ما آگاه هستیم، حواسمون هست که داریم به اصطلاح به چی فکر میکنیم. این بهش میگن فکر کردن. به صورت معمول ما آدم ها اینجوری میگیم که بذار فکر کنم یه لحظه، یعنی من رفتم توی منبع اطلاعات، بذار فکر کنم یه لحظه، هولم نکن، بذار ببینم چی به ذهنم میرسه. این بهش میگن فکر کردن دیگه. یعنی ما میریم توی subconscious mind، توی منبع اطلاعات که در طی مسیر زندگی از اولین روزهای زندگی، از آغاز در واقع روزهای زندگی یاد گرفتیم. با در محیط بودن ما اومدیم اون اطلاعات رو دریافت کردیم و توی در واقع subconscious mind store شده، در واقع در memory، در حافظه ما وجود داره. ما میریم آگاه میشیم نسبت به این اطلاعات و میریم مثلا براوز میکنیم، ورق میزنیم. یکی چی بهش بگم من الان نمیام. اگه بگم نمیام خیلی ناراحت میشه دیگه. اگه بگم میام من ناراحت میشم دیگه. اگه بگم میام اون ناراحت میشه. چی بگم اینجا؟ میریم ورق میزنیم به صورت آگاهانه از بین اطلاعاتی که در مموری استور شده، ذخیره شده، میریم اونا چیکار کنیم؟ ورق میزنیم، از بین اونها پیداش میکنیم. آیا همین که ما داریم ورق میزنیم و داریم یه چیزی پیدا میکنیم تضمین میده که ما راه درست رو داریم میریم؟ نه دیگه، ما فقط داریم ورق میزنیم، نگاه میکنیم. آیا ما میدونیم که اون اطلاعاتی که داریم بینش میگردیم اطلاعات درسته؟ میگیم نه، همین که من فکر میکنم که دارم میگردم، کلا فکر میکنم که احتمال بس درسته دیگه. من تا حالا به این موضوع فکر نکردم که این که من دارم ورق میزنم لزوما به این معنی نیست که اون فکرهایی که من دارم ورق میزنم درسته. وقتی میگیم فکرها مقصود اطلاعات دیتا هست. وقتی ما آگاهانه میشیم نسبت به افکارمون، آگاهانه نسبت به افکارمون داریم مثلا انتخاب نشون میدیم، خب بعدش یه سری کارایی رو انجام میدیم. آیا ما میتونیم زرنگ‌تر از افکارمون بشیم؟ مثلا مثال میزنم، شما میگی که خب من برم بگردم ببینم چی بهش بگم. شما داری از توی انبار دنبال فکر میگردی. آیا شما میتونی زرنگ‌تر از چیزایی که اینجا هست باشی؟ میگی نه دیگه، من باید یه جواب پیدا کنم. از کجا پیدا میکنم؟ از واقع storehouse of knowledge، از انبار دانش من خودم دارم استفاده میکنم از دیتا. آیا از این میتونم زرنگ‌تر رفتار کنم؟ نه دیگه، شما هر چی که اینجا هست و نهایتا نسبت بهش آگاه میشی. حالا اگه همینطوری بدونی که بگردی دنبال فکر یه چیزی بهش بگی، یا همین کارهایی که هر روز داریم انجام میدیم، مثلا میایم آب میخوریم، میریم مثلا لباس میپوشیم، داریم میریم بیرون، یه لباس ور میداریم میپوشیم میریم، اصلا به هیچ چی فکر نمیکنیم. دیتا رو از کجا برمیداریم؟ بازم از اینجا برمیداریم. بعد پس اسمش چیه؟ Being unconscious. یعنی ما ور میداریم
ولی نگاه نمی کنیم چی برداشتیم. از همسایه برداشتیم؟ نه، بازم مال خودمون. از storehouse of knowledge، از مموری، تمام اطلاعاتی که در طی مسیر زندگی باش آشنا شدیم، تمام تجربیات از اینجا برمی‌داریم. الان یه مثال میزنم. یه سطل در نظر بگیرید، یه سطل یا یه ظرف تو شکلاته، انواع اقسام شکلاته، مثلا یه ظرف. آگاهانه برداشتن معنیش چی میشه؟ یعنی شما نگاه میکنید میگی بذار ببینم کدوم شکلات بردارم. این یعنی آگاهانه انتخاب کردن. آگاهانه فکر کنید، آگاهانه انتخاب کنید. اگه 5 نوع شکلات توی اون ظرف باشه، شما که آگاهانه دارید تصمیم میگیری، آیا میتونی یه شکلات دیگه ای از بین اون 5 شکلات برداری که جزء اون دسته از شکلات هایی که توی ظرف هست نباشه؟ شما آگاهانه نگاه میکنید میگی خب اینو بردارم، اونو بردارم. 5 نوع برند شکلات بیشتر توش نیست. میتونی یه سری شکلاتایی رو برداری که از اون 5 نوع نباشه؟ آیا میشه برداشت؟ شما میگید نه، من تو ظرف نگاه میکنم هرچی هست دیگه میتونم انتخاب کنم دیگه، وقتی چیزی نیست چی میخوام انتخاب کنم؟ اینو میگن آگاهانه انتخاب کردن. Consciously choosing ideas، یعنی ایده ها رو آگاهانه انتخاب کردن. آیا اینکه به ظرف ها نگاه میکنیم آگاه هستیم و شکلات رو داریم کنار میزنیم، میتونیم شکلات های دیگه غیر از این ظرف برداریم بیاد تو دستمون؟ نه. ما فقط زمانی که داریم به اصطلاح فکر میکنیم، الان به این موضوع فکر کنید. خب به این موضوع فکر کردید، چیزایی که بهش فکر کردید انتخاب آگاهانه‌ای بود که توی این ظرف شکلات اتفاق افتاد. این شما نگاه کردید، دارید شکلات رو با دستتون کنار میزنید، نگاه میکنید و دارید به اصطلاح آگاهانه نسبت به اینکه چه شکلاتی توی ظرف آگاه میشید. This is that we call thinking. این اون چیزی که ما بهش میگیم فکر کردن. داریم به اصطلاح نگاه میکنیم که در واقع توی ظرف چی هست و برمیداریم. بهش میگن being conscious، آگاه بودن به اصطلاح. که اینجا میگه our acts can be no wiser than our thoughts. خب میگه رفتار ما از فکرهای ما فراتر نمیتونه بره. یعنی مثلا شما دوستت به شما پیشنهاد داد بریم رستوران و شما با یه نفر دیگه هم قرار داشتی. هر چی که شما میخوای بگی، شما یه لحظه فکر میکنی چی بگی دیگه، یعنی با اون ظرف نگاه میکنی، هر چی پیدا کردی، حالا از بین چیزایی که پیدا میکنی یه سری از چیزا رو انتخاب میکنی. یه سری چیزا رو انتخاب میکنی. برای همین اینجا میگه که میگه our acts can be no wiser than our thoughts. میگه توی این ظرف هر چی که هست دیگه، بهترین شکلات هم برداری یک از این شکلات هست دیگه. آیا میتونه کیفیت بهتری داشته باشه این شکلاتایی که برمیداری؟ میگه نه، بهترینشو من برداشتم همین بود. برای همین مثال میزنه، میگه our acts can be no wiser than our thoughts. Our thinking can be no wiser than our understanding. Understanding یعنی چی؟ فهم، conscious بودن ما. میگه ما توی ظرف نگاه میکنیم، از بین اون شکلاتایی که هست داریم نگاه میکنیم، فهم ما همون شکلاتایی هستش که توی ظرف هست. اگه میخوایم یه شکلات خیلی جنس خوب از تو اون ظرف برداریم ولی نیست، چیکار بکنیم؟ We must take advice. We must use knowledge, wisdom. یعنی باید از خرد، دانش و توصیه استفاده کنیم. خرد، knowledge، توصیه.
اونا مثل شکلات‌های جدیدی هستن که با کیفیت ترن. آیا ما توصیه رو از هر کسی میگیریم؟ نه دیگه. خب ما اگه میخوایم our acts can be no wiser than our thoughts، یعنی کاری که انجام میدیم اگه منبعش اون باشه، خب پس ما اون منبع رو که توصیه باشه و نالج و خرد و دانش باشه که شکلات باشه مثال زدیم، دیگه اگه میخوایم کیفیت شکلات خوب باشه باید حتما یه برند خوشمزه و با کیفیتی رو بخریم توی ظرف اضافه کنیم. برای همینه که در واقع داره این knowledge، wisdom، این خرد و دانش رو توی این کتاب قراره که با ما قرض بده، یعنی ما بریزیم توی اون ظرفه اضافه کنیم. اینا رو اضافه کردیم. یا اصلا می چی شد؟ بعد این طرف میاد میخواد به ما شکلات بده، میگه ما شکلاتایی که تو اصلا خوشمزه نیست که. بعد با پیشنهاد میگه let's get rid of them، بذار بریزمش بیرون. بابا چی شکلاتایی داری؟ همه تاریخ گذشته، همه outdated، بدمزه، اصلا با مزه نیست، بال نیست که. میگه خالیش کن اصلا، یعنی استفاده نکن. این قرمز رو من میدم، این شکلات خیلی با کیفیته، یکیش بخور. بعد طرف میگه واو چقدر خوشمزه است، کاش زودتر میدونستم این شکلات رو با هم میدادی. حالا ما میخوایم اینجا دقیقا میگه our acts can be no wiser than our thoughts. مزه شکلاتات هیچ وقت خوشمزه تر از اون شکلاتایی که شما قبلا داشتی نمیتونه که باشه. که شما نمیتونی یه شکلاتی رو بخوری بعد بگی این چه مزهش اینجوریه، خود برداشتی دیگه. شما از ظرف هر شکلاتی رو برداری همون مزه رو میده، نمیتونی شاکی باشی بگی چرا مزهش اینجوری نیست، چرا مزهش خیلی بهتر نیست. بعد نکته جالب، اگه شما همیشه زندگیت همون 5 نوع شکلات رو هی شارژ کنی، همیشه هم از اونها بخوری، آیا هیچ وقت میفهمی شکلات خوشمزه تری هم وجود داشته؟ You must be content. Even you must be content about your choices. حتی شاید تا حالا زندگیت من که با زندگی مشکلی ندارم. چرا؟ چون از اول زندگی تا الان همون 5 جور شکلات همش رو انتخاب می‌کردی، همونش می‌خوردی. اون که خود چشم مگه مثلا میگه چرا زندگی اینجوریه؟ خب چشم مگه. بعد طرف میگه چرا شکلاتت اینجوریه؟ میگه خب چشم مگه. میگه بیا اینو بخور. الان فهمیدم چشه. Our act can be no wiser than our thoughts. رفتار ما، کیفیت رفتار ما هیچ وقت برتر از اون شکلات‌های آبی نخواهد بود. اگه میخواد رفتار ما برتر بشه، باید understanding، فهم ما، یعنی محتوای شکلات‌هایی که ما داریم باید تغییر کنه. کلماتی که بعد از اینکه من شکلات‌ها رو عوض کردم، کلماتی که استفاده میکنم عوض میشه. من طور دیگه حرف میزنم، رفتار من عوض میشه، من کارهای دیگه انجام میدم، کارهای جدیدی انجام میدم که قبلا انجام نمیدادم، چون اصلا قبلا نمیدونستم که کارهای دیگه رو باید انجام بدم. پس الان کی متوجه شد که ما چرا کتاب میخونیم و چرا همیشه آموزش میبینیم؟ به خاطر اینکه ما دنبال بهترین شکلات ها هستیم. The nicest ideas, very mature ideas، ایده‌های بسیار عالی، خردمندانه، خیلی باحال، پخته. برای همین ما advice، wisdom و knowledge، یعنی خرد و دانش رو از آدم‌های دیگه، آدم‌هایی که اون چیزی که
شاید ما دیده باشیم یا سبک زندگی، شاید ما حتی ندونیم که سطح زندگی متفاوتی و کیفیت زندگی متفاوتی، حتی اصلا تجربه نکردیم که واقعا چه لذتی میده که ما اگه سطح فهم خودمون رو افزایش بدیم، تغییر بدیم و یه سطح زندگی متفاوتی که خیلی میتونه مطلوب تر باشه، حتی شاید نداریم که اصلا چه مزه‌ای میده. اوکی، اگه میخوایم رفتارمون عوض بشه باید چیزهایی که میدونیم، قرمز رو اینجا گذاشتیم دیگه، یعنی یه سری اطلاعاتی از افراد دیگه مثلا از این کتاب دریافت کردیم، سری ایده های جدید مثل شکلات های با برند بسیار, بسیار با کیفیت تر، خوشمزه تر، بنابراین رفتارهای جدیدی رو از خودمون بروز میدیم. یعنی چی؟ یه سری کارهایی انجام میدیم که تو دیروز انجام نمیدادیم، یه سری کارهایی رو انجام میدیم، یه سری انتخاب‌های انجام میدیم که تا دیروز انجام نمیدادیم و اینو بهش میگن reprogramming our subconscious mind، تغییر برنامه‌ریزی ذهن. reprogramming our subconscious mind، تغییر برنامه‌ریزی ذهن، تغییر برنامه‌ریزی ذهن. اگه شما شکلات‌های قدیمیتون رو یواش یواش خیلی بردارید و خالی کنید و شکلات‌های جدید اضافه کنید، احتمال اینکه رندوملی سریع یه کاری رو بخواید انجام بدید چقدر میتونه خوب باشه. ببین شما 10 تا دونه از شکلات‌های قدیمی توی باکست مونده، 200 تا شکلات جدید و با کیفیت بالا توی باکست اضافه کردی، احتمال اینکه سریع دست بذاری چند تا شکلات برداری شکلات خوب بیاد چقدر میشه؟ یعنی چی؟ یعنی بعد از این مدت که شما خرد و دانش و توصیه‌ای که مچور، نایس، خوب هست، پخته هست، اینا رو گوش بدی بهش و بپذیری، دیگه your unconscious acts، رفتارهایی که بدون فکر انجام میدید هم تغییر میکنه. گفتیم conscious behaviors، subconscious or unconscious behaviors فرقشون چی بود؟ conscious mean you look، you try to find، نگاه میکنی، آگاه میشی، میگی اینو بهش بگم، اینجا چی بنویسم؟ اینو بنویسم، اینو بنویسم بهتره. آگاهانه. از بین شکلات چی انتخاب میکردی؟ شکلات با کیفیت ضعیف خودت انتخاب میکردی. هر کدوم انتخاب میکردی خیلی نتایج خاص و خیره کننده‌ای برای شما نمی آورد. یعنی شما اگه چه فکرم میکردی، بذار من فکر کنم اینجا سودی ندم، باز سودی میدی. بذار فکر کنم این پول مثلا باش چیکار کنم، این ماشین رو بخرم یا اون ماشین رو بخرم، بازم تصمیم اشتباهی میگیریم. یعنی با داریم آگاهانه conscious choice انتخاب آگاهانه انجام میدیم، ولی چون خودمون داریم انتخاب میکنیم و نسبت به انتخابمون آگاه هستیم، فکر میکنیم درست انتخاب میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه انسان تجربه سابجکتیو داره. یعنی چی تجربه سابجکتیو داره؟ یعنی ما دنیا رو از نقطه نظر نگاه خودمون داریم نگاه میکنیم و چون ما داریم نگاه میکنیم فکر میکنیم که داریم خوب نگاه میکنیم. اینش میگن subjective experience. چون ما داریم نگاه میکنیم فکر میکنیم داریم خوب نگاه میکنیم. بعدها برای همینه که بعضی وقتا شاید بفهمیم که داریم اشتباه میکنیم. من اصلا نمیدونم چرا من خنگ بودم اون موقع. بازم شاید اشتباه فکر کنیم. چرا؟ چون باز ما داریم نگاه میکنیم، بررسی میکنیم. بعدا میفهمید من چقدر خنگ بودم که فکر میکردم که اون کار رو انجام نباید میدادم. چون باز ما داریم نگاه میکنیم. آیا ما از دید و پنجره ایده ها و knowledge، wisdom، خرد و دانشی که نتایج بهتری توی زندگی به دست آورده نگاه کردیم این قضیه؟ یا همش ما داریم بررسی میکنیم زندگی خودمون رو؟ از دید و پنجره دانشی که
نتایج بهتری از ما میده. ما باید از اون دید و پنجره نگاه کنیم. برای همین داریم کتاب بررسی میکنیم که دیگه با پول رفتاری که خودمون فکر میکردیم درسته رو انجام ندیم. و تازه من اشتباه کردم اونجا زمین گرفتم، باید فرونجا زمین میگرفتم، بابا باز فرونجا میریم. این کتاب میگه کلا یه سری کارهای دیگه باید انجام بدی. ما رو چیزهایی که در طی مسیر زندگی تجربه میکنیم و به اصطلاح یاد میگیریم همش داریم مانور میدیم. نه اونجا اشتباه کردم به این پول دادم، باید پول بدم به این. جفتش شد اشتباه باشه، شاید اینم اشتباه باشه، ولی ما چون از خودمون داریم میپرسیم و چک نمی‌کنیم که نکنه این بار هم باز من اشتباه دارم میکنم. برای همین داریم این کتاب رو مثلا مطالعه میکنیم. چرا؟ Because our acts can be no wiser than our thoughts. رفتارهای ما از منبع افکار ما بهتر نخواهد شد. اگه میخوایم رفتارهای ما بهتر بشه، انتخابهای بهتری داشته باشیم، باید منبع افکارمون رو عوض کنیم واسه شکلات‌های جدید. اینقدر شکلات‌های خوب توش بذاریم، اینقدر توش شکلات‌های خوب بذاریم که اگه هم دست کنیم توش همینجوری بخوایم شکلات برداریم، نگران نیستیم که نکنیم شکلات‌های بد باز بیاد دستمون. چرا؟ چون تعداد شکلات‌های خوبی که گذاشتیم خیلی زیاده. دیگه چشم بسته unconscious thoughts, unconscious behaviors، رفتار ناگهانی و رفتار اتومات ما اصلاح میشه. چرا؟ چون ما پذیرفتیم که شکلات‌های خودمون رو بندازیم دور، شکلات‌های جدید رو بذاریم توی ظرفمون. برای همین دست کنیم یه چیز در بیاریم، دیگه خیلی راحت دیگه. ما شاید یه دونه از اون شکلات‌های قدیمی ما مونده باشه، 5 تا دیگه 10 تا دیگه شکلات‌های جدید توشه. یعنی چی؟ یعنی رفتار اتومات ما اصلاح میشه. بهش میگن unconscious behaviors، رفتاری که بهش فکر نمی‌کنیم. اتومات، رفتاری که بهش فکر نمی‌کنیم و اتومات انجام میشه، اصلاح میشه. حالا رفتاری که میخوایم بهش فکر کنیم و آگاه باشیم خیلی بیشتر اصلاح میشه. چرا؟ چون اگه یکی دو تا شکلات قدیمی نامطلوب هم توش مونده باشه، ما نگاه میکنیم we are going to be conscious، نگاه میکنیم میگه این 5 تا رو میخوام بردارم و رفتار کانشس ما خیلی دیگه با کیفیت تر میشه. یعنی چی؟ یعنی اشتباهاتی که قبلا توی زندگی انجام دادیم رو دیگه انجام نمیدیم. ما نیاز نیست که این همه اشتباه توی زندگی انجام بدیم. دیدی؟ مثلا ما گفته بودن که یه چیزی که شد باز از همین افرادی که مثل ما همش اشتباه میکردن فکر میکردن که خب آدم باید اشتباه کنه تو یاد بگیری دیگه. بعد جالب اینجاست طرف میگه خب آقا من 80 سال سنمه، پس چقدر طول میکشه من یاد بگیرم؟ همش تو اشتباه میکنم. میگه نگران نباش، شما باید اشتباه کنی در زندگی یاد بگیری. تا کی باید اشتباه کنم؟ من نمیدونستم که این اطلاعاتی که توی ذهن من هست همیشه تصمیم اشتباه بر من میاره. هیچ وقت قرار نیست تصمیم از اون بین اون شکلاتایی که من قبلا داشتم هر وقت دست می‌کردم توش برمی داشتم شکلاتای بدمزه بر من میآورد دیگه. حالا من خودم خورده بودم فکر می‌کردم خوشمزه است. از کجا من فهمیدم بدمزه است؟ وقتی که شکلات جدید رو تست کردم. وقتی این کتابو خوندم گفتم که what؟ من اصلا نمی‌دونستم با پول باید اینجوری برخورد کنم. تازه فهمیدم که بابا اصلا من چیکار داشتم می‌کردم با خودم. بعد وقتی این کتاب رو خوندم فهمیدم بلافاصله این فکر رو انتقال میدم به ساب کانشس، the storehouse of knowledge. منبع دانش من دیگه عوض میشه. دیگه اتومات رفتارهای اتومات من اصلاح میشه و اگه دست کنم بردارم چند تا شکلاتو دیگه شکلاتو جدیدی دیگه. شاید یکیش اوکی نباشه از شکلاتای قدیم برداشته باشم. بقیه‌اش هم با کیفیت. So what would you do if you read this passage for yourself? اگه شما این پسیج رو میخوندید چیکار میکردید؟ مثلا our acts can be no wiser than our thoughts. Our thinking can be no wiser than our understanding. این پسیج شما خوندی، من باید ترجمه کردم. فرض مثلا فارسیشو خوندی. رفتار ما نمیتونه
آگاهانه تر از افکار ما باشه و افکار ما هم نمیتونه از فهم ما پیشی بزنه. اگه شما این متن میخوندی برای خودت چیکار میکردی باش؟ آیا فکر میکنی که مثلا شما از سلف هلپ بوک میتونستی بهترین بهره رو ببری؟ آیا در هیچ مقطعی از زندگیمون ما یاد گرفتیم که چطور باید کتاب بخونیم؟ مثلا ما خودمون قبلا یاد نمیگرفتیم که از یک کتاب باید چطور استفاده کنیم. بود خب اوکی رفتار ما فلان اینا اوکی خب معنیش چی میشه اصلا اینجا؟ چی میفهمیدیم؟ آیا ازش فقط رد میشدیم؟ شاید میگه که من میدونی چقدر کتاب خوندم فقط ازش رد شدم. آیا ما بلد بودیم که چطور از یک کتاب استفاده کنیم تا حالا؟ آیا ما بلد بودیم که از یک کتاب چطور استفاده کنیم؟ آیا ما رفلکت داشتیم نسبت به کارهایی که بعد از خوندن یک پاراگراف نسبت به کارهای خودمون آیا ما رفلکت کردیم نسبت به کارهای خودمون؟ اگه یه پاراگراف رو خوندیم الان ما هنوز یه پاراگراف رو نخوندیم. من 2 تا خط خوندم در موردش صحبت کردیم. آیا ما یه پاراگراف رو میخوندیم رفلکت میکردیم، یعنی که فکر میکردیم که اوکی پس من باید چیکار کنم الان؟ آیا اینطوری یه پاراگراف رو بهش گوش دادیم خوندیم تا حالا؟ آیا یه ویدیوی 3 دقیقه‌ای رو ما اینطوری تا حالا بهش گوش دادیم؟ که اوکی how about me؟ من باید چیکار کنم؟ مگه ما داریم کتاب نمیخونیم؟ چرا از خودمون نمیپرسیم که اوکی من چیکار کنم؟ چرا از خودمون نمیپرسیم که من توی زندگی شخصی خودم باید چیکار کنم؟ اینجا دوباره میخونم. No endorsement could be higher than that of practical men who appreciate its teachings because they themselves have worked up to important successes by applying the very principles it advocates. میگه هیچ اندورسمنت و تاییدیه مهمتر از این نیست بجز از آدمهای عملگرایی که اومدن این اصولی که توی این کتاب بوده رو ازش استفاده کردن. وقتی ما اینجا هنوز پیشگفتار داریم توی کتاب وقتی میخونیم همینجا باید بگیریم دیگه. اوکی اونا انسان‌های عملگرا بودن که اون اصول رو که توی این کتاب گفته شده رو گرفتن اجرایی کردن. من تا نپذیرفتم که منم باید اجرایی کنم دیگه این سفر رو برا نمیزنم و همینجا متوجه میشم که اوکی I'm going to apply these principles myself. من هم قراره که این اصولی که اینجا هست رو اجرایی بکنم. یعنی همینجا قانع شدم که هر چی اینجا میگه من انجام میدم. قرمزار دیدی؟ مثال شکلات. هر چی که اینجا میگه من قراره انجام بدم. دیگه کاملا قانع شدیم که هر چی که اینجا داره میگه من باید انجام بدم. پس نویسنده خودشان داره با ما در واقع میگه که ما فکرهامون در واقع رفتارمون از understanding یعنی از فهمیدن ما فراتر نمیره و رفتارمون نتیجه همون فکرهایی است که انتخاب میکنیم. اگه فکرهایی که اینجا داره توصیه میشه به ما انتخاب کنیم رو انتخاب نکنیم طبیعتاً اونها رو نمیتونیم اجرایی کنیم. یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح قانع میشیم که این درست میگه من قراره که این توصیه ها رو اجرایی کنم. در واقع این
زبدرهای قرمز داره نشون میده که من این pieces of advice knowledge wisdom اینها رو گرفتم. pieces of advice این نصیحت ها و این خرد و دانش رو قبول کردم که در واقع قراره که فکرام رو دیگه از این بعد بر اساس این دانش و خرد انتخاب کنم و اونها رو قراره که اجرایی بکنم. The man who desired gold این شروع اولین چپتر کتاب هست. شخصی که اشتیاق فراوانی برای طلا داشت. Bansier, the chariot builder of Babylon, was thoroughly discouraged from his seat upon the low wall surrounding his property. He gazed sadly at his simple home and the open workshop in which stood a partially completed chariot. His wife frequently appeared at the open door. Her furtive glances in his direction reminded him that the meal bag was almost empty and he should be at work finishing the chariot, hammering and hewing, polishing and painting, stretching though the leather over the wheel rims, preparing it for delivery so he could collect from his wealthy customer. Nevertheless, his fat, muscular body sat solidly upon the wall. His slow mind was struggling patiently with the problem for which he could find no answer. The hot tropical sun, so typically of this valley of the Euphrates, beat down upon him mercilessly. Beads of perspiration formed upon his brow and trickled down unnoticed to lose themselves in the hairy jungle on his chest. So remember that this is old English. این انگلیسی هم که اینجا استفاده شده یه خورده old version هست. یه خورده ورژن جدید مثلا جدیده و مدرن انگلیسی نیست و ورژن قدیمیه. مثلا انگلیسی مثلا کتاب داریم میخونی نسخه انگلیسی اصلیش رو مثلا از یه سری کلماتی استفاده کرد که بیشتر در old version از نسخه قدیمی انگلیسی زبان انگلیسی بیشتر استفاده میشد، یا مثلا یه سری از کلمات هم کلا فرق میکرد. مثلا ضمیرهایی که مثلا استفاده میشه مثلا اینجا مثلا میگه که may the gods bless thee with great liberality. مثلا اینجا thee, thine, amongst از این کلمات old version انگلیسی داره در واقع author استفاده میکنه. بالا چون کتاب اصلا مال خود نویسندم از زبان انگلیسی 100 سال پیش داره استفاده میکنه دیگه. اینجا در مورد بنسیر صحبت میکنه. میگه بنسیر داشته این چریت بیلدر بوده، از اونایی که گاری درست میکنن و میگه حالا داره این صحنه داستان رو داره مثلا توصیف میکنه که مثلا میگه بنسیر داره مثلا نشسته بود اینجا چریت بیلدر بابیلون و تو شهر بابیلون چریت بیلدر بوده، سازنده چریت بوده، گاری و چیزی که مثلا به اسب میبندن و کلا discouraged بوده، حالش گرفته بوده، مثلا بعد هوا هم مثلا گرم بوده، اونم مشغول کار بوده. داره صحنه داستان رو توصیف میکنه و میگه که مثلا دیدی بعض وقتا آدما احساس پایین بودن دارن و نسبت به زندگی خودشون احساس میکنن که مثلا بعضی‌ها مثلا مجبوری دارن کارشون انجام میدن. داره این داستان رو به این صورت واقعی که داره میفته رو توصیف میکنه. میگه بنسیر باید مثلا این چریت رو تکمیل میکرده، باید این رو به مثلا اون شخصی که قراره که ازش پول بگیره قرار بود که اینو تحویل بده دیگه. و این صحنه میتونه مثلا ما رو به یاد این داستان بندازه که ما مثلا از زندگی خودمون راضی نیستیم، داریم حالا به زور یه کاری رو انجام میدیم و از اون برم مثلا چون شرایط زندگیمون خوب نیست انجام اون پروسه برای ما ضد حاله و اون نتیجه مطلوب رو به دست نمیاره. میگه بنسیر همچین حالی داشت و میگه خانومش هم هی میومد دزدکی نگاه میکرد و منتظر بود که در واقع این میل بگ، یعنی کیفی که توش غذا باید میذاشتن، این کیف غذا توش خالی بود دیگه. خانومش هم میومد هر دفعه بهش نگاه میکرد که آقا مثلا کی اینو میخوای بسازی درست کنی بعد پول از اون بنده خدا بگیری.
من برام غذا بخرم. و بنسیر از این قضیه ناراضی بود و هوام گرم بود. بعد میگه مثلا عرق کرده بود و از اون برام باید هی کارش زودتر تمام میکرد و بعد خانومش هم که هر دفعه دزدکی میاد نگاه میکرد که کی قراره اینو بسازی که من برم غذا بخرم، این کیف خالیه. داره صحنه داستان رو بازسازی میکنه با کلماتش. Beyond his home towered the high terraced walls surrounding the king's palace. Nearby, cleaving the blue heavens, was the painted tower of the Temple of Bel. Temple of Bel یه نمایی هستش که از در واقع ساختمون داره نشون میده. برج بل با کپیتال بی، یه ساختمونی که از دور میگه معلومه و یه ساختمون مذهبی توی اولد بابلون هست، بابلون قدیم. داره توصیف میکنه. In the shadow of such grandeur was his simple home and many others far less neat and well cared for. میگه که